حکومت تاجیکستان شرکت هوایی تاجیک ایر و مؤسسه دولتی فرودگاه بین المللی دوشنبه را از هم جدا کرد. به این ترتیب تصمیم همایش این دو شرکت که همچون کوشش احیای منوپولی ساحه هوانوردی تاجیکستان و شمار می رفت به مال تاریخ تبدیل می یابد. این قرار فرودگاه بین المللی دوشنبه را که صاحب ترمینال و تجهیزات زمانوی شده امکان قبول و گسیل هواپیماها را توسعه بخشیده است در وضع بهتر قرار می دهد و این مؤسسه را از باز پرداخت قرضهای تاجیک ایر رها می کند. کارشناسان مشکل شرکت تاجیک ایر را به چند عامل از جمله قرض این شرکت که سال گذشته به 110 میلیون سومانی برابر بود ارتباط می دهند. مسئولان تاجیک ایر در گذشته گفتند که مشکلات اقتصادی شرکت از سال 2009 در پی بیرون شدن شرکت های کنونی فرودگاه بین المللی دوشنبه، شرکت نفت رسان و تاجیک ایرون نویگاسیا که همگی در تابعیت تاجیک ایر بودند آغاز شد. پارک هواپیماهای تاجیک ایر به اصطلاح پیر شده، این شرکت از پروازهای سیر درآمد به ممالک اروپایی محروم شده است. شماری از کارمندان تاجیک ایر اختصار شدند یا به شرکت سامون ایر گذاشتند. سامون ایر چند هواپیمای نوی بوینگ خریداری کرده است و به 20 سم از جمله در خط سیر دوشنبه فرانکفورت آلمان پرواز انجام می‌دهد. معاون دیرکتور گنرالی فرودگاه بین المللی دوشنبه عزیز ابراهیموف جای داشتن منوپولی شرکت‌های محلی در ساحه هوانوردی را کاملا بی اساس می‌شمارد. دو شرکت محلی که است تاجیک ایر و سامون ایر این پروازها را تشکیل می‌دهند و اینجا یک منوپول نیست. باز 44% از ما است، 56% از خارجی دولت‌های دیگر. مشکل دیگر شرکت‌های هوایی تاجیکستان رقابت برای مسافران است. در شرایط کاهش رفت و آمد مهاجران کاری و پایین شدن نرخ نفت، شرکت‌های تاجیکی در مقابل شرکت‌های خارجی که مواد سوخت را با نرخ‌های ارزان دسترس می‌کنند، دشوارتر کرده است. برای سالم ماندن در برابر رقیبان نیرومند، اکنون شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان مشتریانی را که بر وقت به سفر آمادگی می‌گیرند با بلیط‌های ارزان قدردانی می‌کنند. برای رقابت پذیری شرکت با شرکت‌های وطنی و خارجی، جمعیت سهامی شده تاجیک ایر نیز تا حد امکان نرخ چیپتر را پایین می‌برد. همچنین ما یگانه شرکتی هستیم که در قلمرو اتحادیه دولت‌های مستقل کودکان تا 5 ساله را رایگان انتقال می‌دهیم. شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان وابسته به موسم ارزش بلیط‌ها را پایان می‌برند، اما امسال پایان روی قرب پول ملی تاجیکستان این اقدام را بی اثر کرد. $120 اگر ما حساب کنیم تقریباً چند میشه؟ نرخ اصلی که شرکت باید انتقال کرد یک مسافر رو به خاطر دوشنبه مسکو 1800 سوم رو تشکیل میده. به هر حال شرکت به همه این نگاه نکرده، هم در ماه نوامبر و هم در ماه دکمبر و هم ینور چطوری که شرکت‌های روسیه نرخشون موندگان هم شرکت ما و اجرا کرده است. امکان دیگری بهبود وضع در شرایط بحران و رقابت شدید تشکیل شرکت‌های زیردست یا خود شرکت‌های کم خرج لو کوستر در نزد شرکت‌های بزرگی هوانوردی نامبر می شود. قرقیزستان همسایه شرکت‌های کم خرج خارجی را به فرودگاه‌های مناطق دوردست شبیه ولایت اوش راه داده، هم فرودگاه را فعال نموده است و هم موفق شده است که شماری از مسافران جمهوری‌های همسایه را به سفر از راه اوش تشویق نماید. به حساب میانه قیمت پرواز رفت و برگشت از دوشنبه به استانبول توسط شرکت‌های هوایی ترکیه و یا تاجیکی از 440 یورو شروع می شود. نرخ پرواز در خط سیر اوش استانبول باشد از 280 یورو آغاز می شود. متخصصان می گویند اگر تاجیکستان هم به فرودگاه‌های بیکار خوابیده ولایت‌هایش که مورد توجه شرکت‌های محلی نیز نیستند، شرکت‌های کم خرج را راه می‌داد، احتمال وضع ساحه هوانوردی و حتی رفت و آمد داخلی میان شهرهای جمهوری احیا می‌گشت.